رژیم جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز با سرکوب مخالفان و منتقدان پایه‌های قدرت خود را بر ترس و خشونت بنا کرده است. زندانیان سیاسی در این نظام قربانیانی هستند که تنها به دلیل باورها، اعتراضها و تلاش‌هایشان برای عدالت و آزادی به زندان افکنده شده‌اند. این زندانیان نماد شجاعت و مقاومت در برابر سیستمی هستند که حقوق انسانی را نادیده می‌گیرد. سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان سیاسی آشکارا ناقض اصول ابتدایی حقوق بشر است. در این نظام بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دادگاه‌های نمایشی به ابزارهایی برای خاموش کردن صدای مخالفان تبدیل شده است. زندانیان سیاسی، چه فعالان مدنی، چه دانشجویان، روزنامه‌نگاران یا هنرمندان، همگی به دلیل ایستادگی در برابر سرکوب هدف این بی‌عدالتی‌ها قرار گرفته‌اند. یکی از سیاه‌ترین جنبه‌های این سرکوب صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی است. اعدام‌هایی که اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات اجباری صورت می‌گیرد. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی است، بلکه نشان دهنده ضعف و ترس رژیم در برابر خواسته‌های مشروع مردم برای تغییر و آزادی است. اما حقیقت این است که سرکوب، زندان و حتی اعدام نمی‌تواند صدای حق طلبی و آرمان‌های مردم را خاموش کند. زندانیان سیاسی حتی در بند به نمادهای مقاومت و الهام بخش جامعه تبدیل می‌شوند. تلاش برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها و جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی وظیفه انسانی است که همه ما باید در آن سهیم باشیم. رژیم جمهوری اسلامی باید بداند که تاریخ هرگز سرکوبگران را نخواهد بخشید و این مردم هستند که در نهایت سرنوشت کشور را رقم خواهند زد. آزادی زندانیان سیاسی، پایان احکام اعدام و پاسخگویی این رژیم در برابر ملت تنها گام‌هایی از مسیر طولانی دستیابی به عدالت و کرامت انسانی است. نه به اعدام و نه به ماندگاری جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی.